سلام بچه‌ها. آقا سلام. خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. آقا خیلی وقت نیومدیم، ببخشید. آقا بچه من یه دارم یه چنل میزنم، این یکی راجع به خودمون. چنل دوممون آماده داره میشه و وید آف تو. آقا چنل دوممون داره آماده میشه، حتما برید سر بزنید. این چنل چالشیه و اون چنل مثلا راجع به خودمون اینا. درسته. برای اینکه کنسلتون سر ما نره یه مهمون ویژه داریم. حسام کیم بود؟ اینم برای من بود. خب اینم فکر کنم واسه من بود. آقا بخوام امروز کینگی واسهتون آمبول. نه آمبول. سلام کن آقا. بگو سلام. سلام کن، بگو سلام دوستان عزیز. بچه‌ها آقا بخوام امروز کینگی آنباکس کنیم. آقا نگاه نوبتی آنباکس کنیم. بچه کینگی که بزنیم اینجا. آقا هر کی یه دونه مثلا یه دونه مدل با بذار اینجا. من شمس. اول شمس باز کنیم. شمس. آقا بزنیم اینجا. شمس امباپه. آقا شمس. من شمس میخوام نشون بدم. شمس دکلمای گفتم به خاطر رئالیا. من امباپه. دوناروما. من دوناروما. آقا کی آلین زیاد فوتبالی. آلین زیاد ادوانس. بارسا. بله. اول ببینیم آلین چی در میاره. ادوانس بارسا. ویوالدو نشون بده. ویوالدو مثلا خیلی نمیدونم کیه ولی خب. بچه‌ش بهشون نشون بده ببینیم کی. پالمر که پالسیا تکون. اینم پسته به. آشکو. من همیشه آخر میذارم. بذار جلو دوربین. من باز کنم. بذار صورت خیلی ادوانس. همه ماشاءالله ادوانس. بس منم ادوانس در بیارم. بچه برید عقب‌تر یکم. بله منم ادوانس. چون همه ادوانس در آوردن. نمیشناسمش. ادوانس یوونتوس. خسته شدم از یوونتوس. وای من اینو چیز کردم. این و برچسب ایشون. نه خب چیکار دارین می‌کنین؟ خب آقا بعدی هیوز. ادوانس نمیدونم چیش. مربی. آبی هم واسه خوش واسه مربی کیه؟ کوچ اینجا. این منو ول نمی‌کنه. برچسبش کیه؟ خب آقا بریم چمس بعدی کیلیان امباپه. خاطر نمی‌دونم. آقا این برچسب تو بیار. برچسب من. آقا شمس ولی بچه‌ها اشکال نداره. آقای دفاعی هالند. بهش کیلیان امباپه. هالند. بهش رالیا. هم کنیم. باز هم ادوانس. چمس ها مثل این که ادوانس هاشون نه هیچی آقا در و بچه مربی نمیم چیزی پاولو مالدینی امضا. پیوان به شما یک دوستان. بسم الله. مسعود اوزیل و آقای ژاب. آقا بریم سراغ هیوزا. ببین من حسام و آبیان هیوز باز میکنم چون من هیوزم کمتره. بذار با هم مساوی شیم. نه من فعلا نباید باز کنم. منم 2 تا دارم، تو هم 2 تا داری. منم 2 تا دارم. اینا چرا این یکی داره؟ من 2 تا هیروز داشتم کلا. منم به خود آره 2 تا هیروز. راست ما چمسامون بیشتر. حساب میکنم یه دونه هیروز داریم. خب اشکال نداره. آقا ما الان بنفشه بازی میکنیم. آقا فکر کنم سیلور نمیم چیزی دارم بود. سیلور من در نمی‌آوردم. تو چیز در آوردی بود. من ادوانس با معمولی در آوردم. و ولکاپ. یووای سیتی. واکر خیلی خوبه. واکر نمیم چیزی که نمی‌شناسن بچه‌ها. شفچنکو، فیلیپ لام. اینم نمی‌شناسن بچه‌ها. مست کلاب آرسنال نمی‌شناسن. کی بود ببینم. و حالا شمس. آقا ببین پک آخر من. برچسبینه. من پک آخر منه. برچسب دوم هم این. بچه‌ها پک آخر من. از بارسا می‌خوام چیز خوب برام در بیاری. ژاوی آلونسو. یه لحظه باز نکنید دور احمد. تو خدا چیز خوب در بیاری. نه چیزی نه پول دادی. و حالا شمس هالند نباید حق با این بشه. و یه دونه اینو داریم ما. خب بریم. و می‌بینیم که چی؟ در این رو ادوانس خیلی آشغال بود. حالا هیرو یه دونه بچه آیکون در آوردیم. خدا شکر بالاخره یک از تاتنهام. بله بچه اوزبیا. این باز نمی‌شناسم. این یابو و صد اوزبیا. اوزبیا رو باشه. بالاخره بچه ما اوزبیا در آوردیم. ما دوستان یکی بازم اوزبیا. برون برای من آقا این برای منه. شفچنکو واسه من دیوونه. بچه من این پاستا دوستان یکی در آوردیم. آره بچه اوزبیا اوزبیا تمام شد بچه. آره تمام شد.
آقا ما کارتمون رو بهت نشون میدیم. حالا آقا کارتمون آماده است. آقا بهت تک تک نشون بدیم. من تک تک حال ندارم بفرمایید. آقا من چون مثل آبیم بی‌حوصله نیستم تک تک نشون میدم. برو اون وردی. آقا این یابو بیایید آقا آقا بیایید حسام پول نده. این یابو بازم مسعود اوزیل گوزید. به قول حسام از اوزبیا این مو دختر بافتیه بچه سوی من آقا باشه. این یابو شفچنکو برچسب آمد نشون بدم برچسب حسام تو برداشت. برچسب نه آره یکم میدونم. این یابو ژاوی وطفنی سوای خوزبی خوزلو این یابو پاتوی فکر کنم نه وطفنی سوای این یابو مالدینی این یابو اوزیل چون من نمیدونم کیه این یارو. نه وایسا ببینم این یابو این یارو با آرسنال بازم این یارو با این یارو کم این یارو و همچنان این یارو. والا من خمسه و حسام هم خیلی جویه. ژاوی جب و گیره. این پارسا کی بودن پاسایی؟ نه اوزبیو چی گفتی؟ این بازیکن و این بازیکن این بازیکن کاکا حسام دریوری ترین کارتا رو در آورده. خدای من حقه ما انتظار داشتیم سیلور لیمیتد در حسام جان باید مجازات. ما ببین بچه‌ها انتظار مجازات. سیلور در بیاد بدترین مجازات بچه‌ها گفته بودیم که نگفته بودیم ولی این مجازات رو کارت بعد در بیاد باید مجازات داشتیم چیزای این چیز خوش بود. من اصلا نمی‌فهمم. آقا بیا چرا؟ منم وایسا با هم دیگه همین می‌خوایم بخوریم اینجا. بچه‌ها این توشه هممون چرت و پرت در آوردیم. خدای توشه صبر کن همه رو یه دفعه. آقا ببین 3 2 وای وای لامسم کاملا خیلی توشه کجا رفت اونجا مرد. آقا خیلی توش بود. ویدیو تمام شد بچه‌ها. خداحافظ. خدا آقا خدا